سلام دخترا، میخواین یه کاشت پودر بدون عیب و نقص داشته باشید که هوا نگیره و مشتری با ناخن شکسته و ناراضی بر نگرده پیشتون؟ اگه اینو میخواین تا آخر ویدیو همراه من باشید، چون چند تا نکته طلایی میخوام بهتون بگم. خب اول از همه زیرسازی رو انجام میدیم. زیرسازی خیلی مهمه دخترا، خیلی مهمه. ژلو برمیداریم، کوتاه میکنیم ناخنو و مانیکور انجام میدیم. البته برای کاشت تیپ حتما باید ناخنمون آری از هر گونه ژلیش، مواد. سطح ناخن خودتون باشه، به خاطر اینکه چسب تیپ روی هیچ سطح ژلیش یا پودر یا لامینیتی نمیچسبه. اینو حتما حواستون باشه. تیپمون رو با زاویه 45 درجه میذاریم، آروم میخوابونیمش تا حباب نداشته باشیم. من با چسب 2 پوینت این کارو میکنم، بهترین چسبی که الان توی ایران میتونیم در حال حاضر پیدا کنیم. خیلی محکم فشارش میدیم 2-3 دقیقه و کوتاهش میکنیم و فرم بهش میدیم. بعد از کوتاه کردن و سوهان کشیدن خط اتصال رو محو می‌کنیم، نه اینکه تیپ رو نازک کنیم. حواستون باشه اگه تیپ رو نازک کنید ممکنه که بشکنه. این قلم رو 6 سال من دارم. تو ویدیوی بعدی بهتون نشون میدم که چجوری قلمتون رو نگه دارید تا 6 سال واسهتون کار کنه. خب پرایمر میزنیم. من از پرایمر آرتستیک در حال حاضر استفاده میکردم. قبلا لایت الگانس بود، از لایت الگانس استفاده میکردم، خیلی خوب بود. حالا توی 3 مرحله میتونیم کاشتمون رو انجام بدیم. مرحله اول نوکش رو میذاریم، بعد قسمت وسط ناخن، در انتهام ریشه رو انجام میدیم. دقت داشته باشید ضربه های خیلی یواشی که میزنم به پودر به خاطر اینه که راه هوا گرفتن ناخن رو بگیره. این کار خیلی کمک میکنه به محکمتر شدن پودرتون. حالا که مواد گذاری تموم شد، با این 3 تا عزیز دل میریم برای فرم دهی. هیجان انگیزترین قسمت کار. به نظر من هر ناخنکار یه مجسمه ساز حرفه‌ایه. 10 تا ناخن رو باید شبیه همدیگه در بیاری با اون فرمی که هم مشتری راضی باشه هم خودمون. ما خیلی هنرمندیم. اول از همه بار مواد رو کم میکنیم با این سوهان با زاویه 35 درجه. این سرسوهان مورد علاقه منه دختر، به خاطر اینکه ته ریشه رو یه جوری تمیز میکنه که شما میتونید ژلو از ریشه بزنید. هم کوتیکولا رو با این تمیز میکنیم، موادی که به کوتیکول چسبیده باشه احیانا، و هم زیر ناخن. البته برای کاشت پودر هم من از روش روسی استفاده میکنم، یعنی 1 میل همیشه به کوتیکول نزدیک شده موادمو میذارم، هیچ موقع از ریشه نمیزنم. این خودش باعث این میشه که
هوا نگیره. با این سرسوهن کاغذی دارم هواگیری میکنم، ریشه رو دارم هواگیری میکنم. این خود هواگیریه بعد از کاشتتون باعث میشه که کاشتتون اصلا هوا نگیره و لیفت نده. دو میل از ریشه رو با یه قوس کمی با سوهان کاغذی در میاریم. اون یه قوس کم رو داشته باشه برای اینکه همه بار مواد رو همون قوس تحمل میکنه. و برای کاشتایی که میخوان، مشتریایی که میگن میخوام کاشتمون تخت باشه، اینو باید بهشون بگید که ممکنه تحمل نکنه این حجم بار رو روی ناخن و ناخنتون بشکنه. اون یه ذره قوس رو باید بدین و نوک ناخن رو هم همیشه نازک‌تر در میاریم. در آخر هم سوهان کشی نهایی انجام میدیم، چک میکنیم با مشتری. 2 میل از ریشه رو با یه امیدوارم که دوست داشته باشین آموزش رو حمایت کنید. اگر که دوست دارید بازم کم داشته باشه برای اینکه همه بار مواد رو همون قوس تحمل میکنه. و برای کاشتایی که میخوان، مشتریایی که میگن میخوام کاشتمون تخت باشه، اینو باید بهشون بگید که ممکنه تحمل نکنه این حجم بار رو روی ناخن و ناخنتون بشکنه. اون یه ذره قوس رو باید بدین و نوک ناخن رو هم همیشه نازک‌تر در میاریم. در آخر هم سوهان کشی نهایی انجام میدیم، چک میکنیم با مشتری.